یک از گزارشات دیگر ما خوش آمدین. امروز به یک از بزرگترین شرکت‌های تولید خیمه پشخان آمدیم. فعلا در همین تولیدی که شما دارین چند پرسنل فعال دارین و در چه بخشای فعالیت میکنن؟ حدود 60 نفر فعلا فعال داریم. باید شده که مثلا یک سایز بریم سایز دور مثلا سفرش دارم به جا سایز دو سایز 4 مثلا دو زنده هم برفته مثلا به 4 دختر مثلا وقتی به فروش هم به 4 فروخته شده. بعد از اینکه مثلا خود مشتری جربت میکنن که 4 واسه بیان اندازه سه کردن دیدن دیگه. خواهش میکنم از هموطنان از اون سرمایه‌دارایی که میرن بولدینگ به خارج از کشور میسازن، خواهش میکنم بیان فکر غریبا و جوانای داخل کشور باشن که واقعا فعلا نیاز مبرم دارن که اینا به داخل کشور خود بتونن لقمه نان حلال پیدا کنن. به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و حرمت دارم خدمت تمام مخاطبین کانال یوتیوب زیبای افغانستان. یک از گزارشات دیگر ما خوش آمدین. امروز به یک از بزرگترین شرکت‌های تولید خیمه پشخان آمدیم که در ادامه برنامه چند تا تصویری میگیریم و با مسئولین این شرکت بزرگ صحبت میکنیم. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، مجددا برنامه ما ادامه داره. امیدوارم تا آخر برنامه در کنارم باشید. آمدیم کنار مسئول شرکت تولیدی پشخان فله. با این یک معرفی میشیم و چند تا سوال از خدمتتون میپرسیم که پاسخ کنه. سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. سلام علیکم، خوبی بخیر. شما من باشین بخیر. من جناب صدیق الله فله، سرپرست میگه شرکت خیمه و پشخان فله. بسیار خوب. فله صاحب بزرگوار، شما برای ما لطف بکنین بگین که چند وقته که این تولیدی دارین، چند ساله که مصروف به این شغل هستین؟ حدود تقریبا 35 سال این شغل ما خیاطی و انواع و اقسام تولیدات. از 20 سال به این طرف تقریبا ما داخل کار خیمه و پشخان و دیگه کارهای تقریبا که به درد مردم بخوره ان شاء الله جمپر و دیگه لباسای اداری و مؤسسات و برای معدن‌ها و بالاخره برای چیزایی که برای معارف چیزا میچره تولید میکنه ان شاء الله. بسیار خوب. فعلا در همین تولیدی که شما دارین چند پرسنل فعال دارین و در چه بخشای فعالیت میکنه؟ حدود 60 نفر فعلا فعال داریم که حدود 10 نفر در بخش برش هم، تقریبا 10 نفر در بخش فنرکری میگیم که یعنی بخش آخر که کار آماده میشه. حدود 40 نفر هم تقریبا ما در بخش دوزندگی داریم. بسیار خوب. چند پایه چرخ فعال دارین فعلا؟ حدود 40 پایه 35 پایه، بین 35 تا 40 پایه که آماده برای کار فعلا مصروف کارم. سوال دیگه که خدمت شما دارم اینه که فعلا در حال حاضر شما صادرات شما در افغانستان زیادتر در ولایت افغانستان خارج از افغانستان؟ فعلا که قبلا ما برای پاکستان تولید میکردیم، روان میکردیم. فعلا که ما پاکستان راه بند و مشکلات داخل افغانستان به ولایات راه میکنیم. فعلا تقریبا 7 ولایت ما قرارداد داریم، برای کم کم روان میکنیم. بسیار خوب. چند پایه چرخ دارین فعلا که در حال اشخاصی که در حال دخت هستن؟ چند پایه چرخ فعال دارین برای اینا؟ حدود 40 پایه فعلا کار میکنم. 40 پایه مصروف کارم فعلا. ما فعلا لازم مصروف کارم. بسیار خوب. شما فرمودین که قبلا به پاکستان ارسال داشتیم. دلیل حالا که پاکستان ارسال ندارین چیه؟ راه بنده بین پاکستان و افغانستان، مرزا بنده فعلا، و این دلیل مال نمیره پاکستان. فعلا در همین تولیدی که دارین دو شیفت کار میکنن کارمندا یا خیلی یک شیفت؟ یک شیفت فعلا کار میکنم. قبلا ما مشتری زیاد داشتیم، 2 شیفت کار میکنم، یک شیفت هم تکمیل کار میکنیم. بله، سپاسگزارم از شما کاکا جان. ان شاء الله که همیشه موفق و سربلند باشین. شما ان شاء الله که سالم و سلامت باشین. خدا خیر بده که بالاخره به فکر و به فکر کار و کارکنان باشین.
خب دوستای عزیز آمدیم کنار یک از دوستای دیگه که مصروف به کار هستن، با اینا یک معرفی میشیم و چند تا سوال خدمتتون میپرسیم. سلام دوست عزیز. سلام، من خودم محمد قاسم علی زاده هستم، یک از کارمندان شرکت پیشاک فلاح. بسیار خوب دوست عزیز، قاسم جان بدین درسته؟ قاسم جان عزیز برای ما بگین که چه مدته که اینجا شما مصروف به کارین و در چه بخش فعالیت میکنین؟ ما فعلا که از بخش برشکاری کار میکنیم. فعلا یک سال میشه که دوباره برگشتم. چند سال پیش از این 10 سال پیش کسب یاد گرفتم، اون به دلیل مشکلات به کسب دیگه روی آوردم. با پس کار ما به رکود مواجه شد. با پس دوباره می کار چون از دستم میام دوباره پس به می کار شروع کردم. مدت یک سال میشه. این برشکاری کار سختیه، کار ساده، چی رقم برای ما اگر بگید؟ فکر ما چون همه چیز وابسته به برشکاری. اگر برشکاری ما مثلا از اینجا برش از پیش ما اشتباه باشه و دخ کوبره وقتی که مثلا به 3 مرحله داره. از مرحله اول ما است که برشه. بعضی و دخت مشکل اصلی با وقتی که مثلا داخل این فنر میره مشکل اصلی ما به اینجا پیدا میشه. اگر برشکاری مثلا کوتاهش بلندشه، حساب کتاب مشکل داشته باشه، باید به برشکاری دقت زیادی داشته باشه. بسیار خوب. تا حالا شده که پیش ما خراب شده باشه بعد یا تاوان کرده باشم به سر شما یا برای شما؟ تاوان که شکر نه، منتها تا چرا خراب شده برای شما چیزی نگفتن؟ نه خب باز میشه که مثلا این سایز هست، مثلا این سایز که ما قیچی میکنیم مثلا از سایز ما 2 شروع میشه الا تا 12 و 14. همیشه که یک سایز خراب شدن از این در حدود است که مثلا خورده کلان میشه دیگه چیزی نداره. پس یعنی برای شما مشکلی نیه که مثلا مشکل نشه، میتونه یا مثلا این کلانه که اگر مشکل به اندازه میشه میتونه به سایز خودی تبدیل کنی، زایاد میکنه اون تا در حد از این مشکل. پس یعنی تاوان بزرگ نمیشه، فقط در حد زایاد. شما هم لطف کنین بگین که از همین شغلی که دارین راضی هستین نی؟ به همین شرایط فعلی بله. بسیار خوب. سفر تجربه سفرهای خارجی دارین خارج از کشور مثل ایران، پاکستان؟ اگر بگم خوشبختانه نه. بسیار خوب بسیار خوب. پس خدا رو شکر یک جوانین که در همین وطن ما کار کردین و فعلا هم مشغولین، یک لقمه نان حلال پیدا میکنین، به خانواده خود میبرین. اگر یک خاطره خوش داشته باشین در دوران کار خود از مدتی که گفتین 10 ساله که همین شغل من، بله. و این مدت 10 سال اگر خاطر خوش در ذهن شما هست برای ما و بینندگان عزیز بگین. دیگه خاطر خوشم هست، خاطر بد هم هست. ما چون بیشتر کی خاطر که هست من بخش همین کار آدمه، چون مثل اگمامینه مثلا این برشکره گاهی شده که مثلا یک سایز برای سایز دور مثلا سفارش دادم به جا سایز 2 سایز 4 مثلا دو زنده هم برفتم مثلا به 4 دختر مثلا وقتی به فروش هم به 4 فروخته شده. بعد از اینکه مثلا خود مشتری جربت میکنن که 4 واسه بیاندم اندازه سه کردن دیدن 2. بیشتر حواس خور بگیرین لالا که فردا ما مشکل نخوره. همین خاطر برای ما. بسیار خوب عزیزم، ان شاء الله که موفق و سربلند باشین. اگر به دوستایی که ما را از پشت دوربین میبینن اگر صحبت داشته باشین. دیگه پیام خاصی ندارم به جوانا به همسن سال خود کوشش کنن که همیشه به دنبال شغل باشم، از بیکاری از بیجانشینی چیزی حاصل نمیشه، باعث بسیار مشکلات در زندگی نمیشه و مشکلات برای جامعه به بار میارن. ولی کوشش کنن که همیشه دنبال شغل، اگر درس دنبال درس، اگر شغل انتخاب کنن همون شغل ادامه بدن و کوشش کنن که شغل که ما افغانستان هسته ادامه بدن تا به نقطه آخر ادامه بدن. اگر شد نشد در غیر از اینکه کسب از اینا نچرید مثلا مشکل مواجه شدن اون وقت تصمیم خارج رفتن بگیرن. بسیار خوب سپاسگزارم. پس شما میفرمایید میگین که بیشتر مردم بیان یک کسب یک هنر یاد بگیرن که برای تولیدات کشورمون شما مهمه، هم برای خود آینده خود میسازن. دوستای عزیز سپاسگزارم. برنامه ما کماکان ادامه داره، امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. خب امران عزیز مجددا خوش آمدین. برنامه ما کماکان ادامه داره، در کنار جناب اجی صاحب فلا هستیم. اجی صاحب بزرگوار لطف کنین برای ما بگین که در کنار که پشاخان و خیمه تولید میکنین دیگه چه تولیداتی دارین در این؟ خدمت شما عرض کنم که یکی از جمله نیازهای کشور ما که فعلا که چون بخیر ان شاء الله معادن مواد استخراج شده، ما ان شاء الله دست به کار شدیم و این بوجیار به نام بوجی جامبو اسم اینه که به حساب اینا فعلا و افغانستان ان شاء الله که نفر اول خود ما شروع کردیم و ان شاء الله برای معادن ما فعلا از این استفاده میشه که معادن کنده میشه و به خارج ان شاء الله صادرات میشه. یک از جمله کارا مهم فعلا اینه که ان شاء الله نیاز کشور فعلا به اینه ان شاء الله که این بوجی داخل از 2000 کیلو 1500 کیلو مواد معدنی ریخته میشه و خارج میره که ان شاء الله برای پروسس که کار خیلی چیزیه که به حساب لازمه فعلا ضروریه. و دیگه که از جمله چیزایی که ما کمدای لباس داریم که اینا به حساب برای مهاجرین که از ایران آمده از پاکستان بیچاره ندارم و وضعیت اقتصادی خوب نیه
از اینا استفاده میکنم. کمد سیاره برای لباس و برای امکاناتی که مثلا کتابی که لباسی که دارم از این کمد استفاده میکنم. کمد سیار در کنار خیمه و پشخانه و لباس های اداری و مؤسسات اینا که هسته، یکی کمد و بوجیای به نام بوجی جامبوک مال معادن ان شاء الله استفاده میشه. اینا بسیار خوب. گفتن گنجایش از این بوجی 1.5 از الی 2000 کیلوگرم متوجه شدیم. یعنی مثلا فرق میکنه که جنس که داخل از این باشه یا نه؟ مثلا هر چی باشه مشکل نداره گنجایش؟ سنگین ترین بار که داخل از گذاشته میشه همین مواد معدن که تا 2000 کیلو داخل از مواد میگذارم و بالای ترلا بار میشه میره. میتونم مواد سبک از اینا مثلا تا 100 کیلو داخل از بار بگذارم، سبک بار که جمله برای کارخانه های شلک صنعتی از اون پیتای نوشابه و قوطی ها و اینا از استفاده میشه. یکی از جمله که ضروریاتی که با شلک صنعتی ما از استفاده میکنم، بیشتر برای معادن استفاده میشه. بسیار خوب. در مورد این کمد هم گفتین کمدایی که هم قیمت نامناسبه متوجه شدین و همی که سبکتر قابل انتقال هم است. بیشتر در مورد از این برای ما بیننده توضیح بده. اینا به خاطر یک مسلمان از ایران از پاکستان به مهاجر آمده یا مثلا داخل خود کشور ما بیچاره ندارم، واقعا اینا پول ندارم، والله خدا به همین سیار از استفاده میکنم. با ارزان‌ترین قیمت صاحب کمد میشه که میتونه لباس کتاب هم انواع و اقسام بده و قابل انتقال به هر جا سبک میتونه از این خانه بده خونه، چون خانه های حساب بیچاره مثلا خانه اجاری دارم دیگه نمیتونه هر زمان کمد چوبی بسازه، از این راحت میتونه حمل و نقل کنه، انتقال از این خانه به خانه کنه، به سبکترین و هم با کیفیت میتونه راحت از استفاده کنه. بسیار خوب. پس شما جز از اینکه خیمه و پشخان تولید میکنند تا نوآوری جدید هم آوردن، یک کمی بوجیایی که گفتن تا 2000 کیلو گنجایش داره. بعد هم این کمدای قابل انتقاله، هم کیفیت اینا رو میبینم واقعا کیفیت خوبه داره، هم کیفیت اینا خوبه، هم سبکه و دیگه که قابل انتقاله. در ادامه اگر بخواید مثلا چند چیز دیگه تولید کنه انشالله که کاروبار ما مردم افغانستان رو نخ پیدا کنه، چی برنامه‌ای دارین برای تولید اینا؟ ما خدمت شما عرض کنم که ما در همیشه در طول 30 سال نیازهای روز ملت خود تولید میکردیم. در زمان مثال میزنم کرونا ما ماکس تولید کردیم، در زمان زلزله خیمه و پشخان ضروری که به ملت ما لازم بود، در زمانهای مثلا دیگه که زمستان برای کیسه خو یا سلیپین بگ، و در زمان وقت پشک است پشخان بریم، در هر زمانی که نیاز ببینیم همین چیزی که نیاز دارم ان شاء الله میتونیم تولید کنیم به خدمت ملت قرار بدیم. بسیار خوب. سپاسگزارم از شما کاکا جان، خداوند شما را عزت بده. همین که به فکر تولید داخلی هستین، به فکر پیشرفت کشورین، در کنار شما 60 تا 70 نفر دیگر یا خرج میبرن به خونه. امیر خداوند هم میبینه، مردم هم میبینه. ما دعا میکنیم که همیشه موفق و سربلند باشن. اشخاص مثل شما ما نیاز داریم در کشور خود. کسایی هم که خارج از کشورین، از شما تقاضا میکنم که سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشین. جوانایی هستن که امید اینا اول به خدا، دوم به شما اشخاصی که سرمایه دارین و در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنین هست. امیدوارم که این موضوعات جدی مد نظر بفرمایید. اگر خود شما نمیتونین به کشور بین، حداقل عمو مسیر سرمایه گذاری برای دیگه دوستا فراهم بسازین که در کنار از اونا چند صد فامیل دیگر بتونن از کنار شما چیکار کنن، روزی حلال به دست بیارن. تشکر اجی کاکا جان، خداوند شما را عزت بده. ان شاء الله همیشه موفق و سربلند باشین. به پیرامون صحبت شما خواهش میکنم از هموطنان، از سرمایه‌دارایی که میرن بولدینگ به خارج از کشور میسازند، خواهش میکنم بیان فکر غریبا و جوانای داخل کشور باشن که واقعا فعلا نیاز مبرم دارن که اینا به داخل کشور خود بتونن لقمه نان حلال پیدا کنن. از اون بولدینگا برای با آخرت هیچ چیزی نمیشه، اما یک لقمه نان حلال که یک جوان ببره برای آخرت و آخرت به درد میخوره. خواهش مندیم از اونا که بیایم ان شاء الله با یک سرمایه گذاری داخل کشور خود بکنن. بسیار خوب. همین راست میگین، هیچ حس بهتر از حس بخشندگی نیست. پس سعی کنین در کنار دیگه کاری که انجام میدین بخشنده هم باشین. تشکر از شما بیننده عزیز. برنامه ما کماکان ادامه داره. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. تشکر از همگی شما. خب عزیزان دل، سپاسگزارم از توجه شما تا آخر برنامه. امیدوارم هر جایی که هستین سالم باشین. این بود گزارش شهری امروز ما. انشالله که گزارشات بعدی ما را بیننده باشین. چنل ما را حمایت کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو ما لایک و شیر کنین. شما رو به خداوند رحیم و کریم میسپارم. سپاسگزارم از توجه تک تک شما.